این گاهی ممکنه که بعضی هم حتی بابتش بگن که بیش از اندازه گذشته‌گراییه. مرز بین باستانگرایی و پیوستن هویتی کجاست دقیقاً؟ یکی از سخت‌ترین در واقع از اون سوالای $1 میلیون برای که این تیغه انقدر لغزنده و نازکه که شما هر لحظه میتونین بیفتیم. ولی من اجازه بدید برای که بحثمون خیلی دامنه‌دار نشه از یک تجربه تاریخی استفاده بکنم. من گفتم شما در بزنگاه‌های تاریخی مشخص، مثل میگم شما همه ما با خواهر و برادرامون، با پسر خاله پسر داییامون، دختر خاله دختر دایی‌ها و دختر عموامون که جمع می‌شدیم، یا حتی در سنای بالاتر وقتی که از دوران کودکی یاد می‌کردیم، در هر مناسبتی از یک رخ داده بهره می‌گرفتیم. در دوران مشروطه همین اتفاق برای ملت ایران افتاد. یعنی سرآمدان مشروطه اومدن و سعی کردن از اون حافظه تاریخی، از اون خاطرات کودکی ملت ما یک برساخته‌ای به وجود بیارن برای ساختن آینده. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم در یک جمله کوتاه بگیم، سرآمدان مشروطه یک چشمشون به گذشته بود، چشم دیگرشون به آینده. وقتی که شما این چشم به سوی آینده رو بستید، اون وقت شما یک باستانگرا یا یک به قول فرنگی‌ها یک آرکاییست هستید. ولی تا موقعی که اون وقت اگه اون چشم به گذشته رو ببندید، همونطور که سعید عزیز گفت، وقت میشید دچار آلزایمر تاریخی میشید یک ملتی که آلزایمر داره، گذشته‌شو نمیشناسه. با یک مثال اجازه بدید من حرفمو تموم بکنم. این که این کانسپت موفق بود در تاریخ مشروطه نهفته است. ببینید، با این که یک نگاهی بود به عظمت پادشاهان پارس، مرتب هم میگفتن اولین رئیس پلیس یا اولین شهربان پایتخت تنها کشور شیعه جهان یک ارمنی به نام یپرم داویدیان، اولین شهردار بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه باز یک ارمنی به نام کاسپار ایکپکیان. هر دوی این ارمنی ها اصلا در ایران به دنیا نیامدن و از همه مهمتر سردودبان سلسله پهلوی برای پسرش عروسی از کشور عرب زبان مصر انتخاب میکنه. یعنی این نشون میده که به هیچ وجه دوچار اون آرکاییسم یا باستانگرایی نشده و دیدیم که ترکیب این دوتا، چشمی به گذشته چشمی به آینده، اون معجزه 16 سال پادشاهی رضا شاه رو به وجود آورد.